الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعن رجل سحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليقترفا جميعا. أخرج أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. در این حدیث قبلا ایره بیان میشه که یک کسی آب غسلش باقی بانه یا وضوش که تیزو دیگه کس میتونه وضو کنه یا نه. قبلا ما شما ایره خواندیم که کسی که در آب استاده بول بکنه یا غسل بکنه چطور میشه و همین قسم آب نجس میشه یا نمیشه، به کدام مقدار برسه که اگر در اون نجاست بیفته نجس میشه. گفته بودیم که اگر نجاست در آب افتید و آب مستاده باشه نجاست در او بیفته، رنگش تغییر بده یا بویشه تغییر بده یا مزیشه نجس میشد، به شرطی که زیاد باشه یا کم باشه تغییرات بیاد. اما اگر کم باشد نجاست بیفته در او تغییرات نبیه، نه رنگش نه بویش نه دیگش، در اختلاف بود و ما موضوعات گفتیم که چه قسم است. بعد از او باول کردن و چیزای نجاست در آب استاده کسی میپرته حکم از او چی بود او را بیان کردیم. ولی دیگه مسئله است که کسی با آب باقی زن با آب باقی مرد و مرد با آب باقی مانده زن میتونه وضو کنه یا غسل کنه. دو قسم حدیث است. در یک قسم چیز که رسول الله صلی الله علیه و سلم با آب باقی مانده خانمش وضو کرده غسل کرده و در دیگه قسم حدیث است که منع کرده است. انشاءالله ای را بیان میکنیم و این حدیث هفتم است. حدیث هفتم کتاب بلوغ المرام. و عن رجل صحب النبی صلی الله علیه و سلم، از یک مردی که صحبت کرده بود با رسول الله صلی الله علیه و قال، این می فرماید که نه رسول الله صلی الله علیه و سلم، نهی کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تغتسل المرأة، این که غسل بکنه یک خانم زن بفضل الرجل با آب باقی مانده مرد، یعنی یک مردی که وضو میکنه از آب باقی میمانه یا غسل میکنه باقی میمانه، او الرجل یا یک مرد وضو کند یا غسل کند بفضل المرأة با آب باقی مانده زن، میفهمه منع کرد کی کار نکنند. ولی اخترفا جمیعا و اردو از یا میگه به دست بگیرن، یعنی تو به دست بگیرن اما با آب اضافه وضو نکنن. اخرج ابو داود، اختراف یعنی به اردو دست که آب میگیری ایره میگه. امام ابو داود نسائی ایره نقل کرده و اسناد صحیح. اسناد صحیح یعنی خود حافظ ابن حجر عسقلانی میگه که اسناد صحیح، سند صحیح. یک حدیث. دوم حدیث که مخالف از او میاد، مخالف مضمون حدیث، حدیث هشتم. یعنی ابن عباس ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یغتسل بفضل میمونه رضی الله عنها. اخرجه مسلم. عبدالله ابن عباس روایت میکنه که یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یغتسل بود غسل میکرد بفضل میمونه با آب باقی مانده میمونه خانمش رضی الله عنها. اخرجه مسلم و مسلم را روایت کرده، حدیث صحیح است. و حدیث نومی است که ولی اصحاب سنن میفهمین، سنن ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی، یا میفرمایند که اغتسل بعض ازواج النبی، یه حدیث در کتابات که غسل کرد بعض خانم‌های پیامبر به این لفظ فی جفنه، در یک تشت کلان آبی، فجاء، او میگه خانمش غسل کرد، فجاء لیغتسل منها، آمد پیامبر تا که غسل کنه، یعنی از آب بگیره یا غسل کنه. فقالت له، گفت خانمش بر پیامبر اینی کنت جنوبا، من جنوب بودم، یعنی دستم خورده ای تو گرفتیم در جانم انداخت. فقال، پیامبر سلام گفت که ان الماء لا یجنب، آب جنوب نمیشه، یعنی اگر تو دست دی خورده باشه. و صح ترمذی، امام ترمذی ابن خزیمه میگن صحیح. یعنی سعی کنین که در این حدیث، در یک حدیث اولی میگه منع کرده پیامبر سلام که از آب باقی مانده زن مرد غسل کنه یا از آب باقی مانده مرد زن.
و در حدیث عبدالله بن عباس که قوی آمد از او کرده صحیح امام مسلم روایت کرده، میگن نبی صلی الله علیه و کان یغتسل، یعنی رسول الله صلی الله علیه و عادتش بود که این کارو میکرد با فضل میمونه، یعنی بابی که باقی میموند از میمونه که غسل میکرد، باب باقی مانده از او. یعنی اینجا فهمیده میشه که خودش این کار کرده جایز است، ولی اونجا نهی کردگی است. و امی قسم در حدیث سیومه که گفتیم ما اغتسل بعض ازواج النبی، غسل کرد بعض خانمای پیامبر فی جفنه یدم تشت کلان، و پیامبر آمد که غسل کنه، ایگو من جنوب هستم، پیامبر گفت که آب جنوب نمیشه. یعنی از این دو حدیث فهمیده میشه در کتاب که است که اگر کسی با باقی مانده وضو کنه جایز است، ولی در اونجا منع کردگی است. این چه قسم است؟ یعنی توضیحش انشالله براتون میگم کدامش چطور است و چه قسم است، حکم چی است در این حدیث و معنای از این دو حدیث چگونه است. نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب نهی کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. نهی چی را میگه؟ اول میخوام که شرح حدیث. نهی به اصطلاح شریعت طلب الکف علی وجه الاستعلاء، یعنی طلب میکنه یک کسی را که می نکوی کاره، هدف چیز طلب میکنی از او ترک این عمله. علی وجه الاستعلاء، با وجه الاستعلاء خود عالی میدانی. یک کسی را که نهی میکند طبعا خود عالم یا رئیس است یا امیر یا هر چی که یا پدر است، اگر نه خورد کلان گفته نمیتونه که این کار نکن. پس نهی این معنا که طلب الکف، طلب میکنی از یک کسی منع شدن یک کار علی وجه استعلاء به طریقه ازی که خود عالی میشماری. فضل میمونه میگه پیامبر منع کرد، خب که پیامبر منع میکنه طبعا نور رسول است، کل امت از او اطاعت میکنه و عالی است. فضل میمونه بنت حارس نام مادرش است، هلالیه، این یکی از خانمای پیامبر صلی الله علیه و سلم است و رسول الله صلی الله علیه و سلم تزوجها، به همراه از ازدواج کرده بود در سال 7 هجرت، سنه 7، لما اتمر عمره القضیه، زمانی که عمره قضا را کرد. در حدیبیه میفهمین که پیامبر صلی برای حج عمره رفت. شما سیرت به خیالم در اوجا رسیدین خواندین، در سال 6 هجرت در حدیبیه و مشرکین مانع شدن. بالاخره مواد صلح امضا شد و گپ خلاص شد، ولی همون سال پیامبر صلی نماندن، گفتن نکنیم سال حج عمره. خب این یک لجاجت و یعنی صلح هم شد دیگه. خب مردم صحابه و پیامبر این 1400 نفر از کجا آمده؟ 12 روز را بود یا 9 روز را، 9 شب و 9 روز را آمده تو صلح هم شد، نه گفتیم سال برین. یک لجاجت و مشرکین زد و اینا و پیامبر هم رفت. بعد سال که آمد سال 7 اون را عمره قضا میگه، به خاطر که اینمی عمره را که در سال 6 اراده کرده بودن مشرکین مانع شد، جنجال شد، سال 7 آمد. در سال 7 با میمونه ازدواج کرد و بنا بها فی صرف، بنا یعنی با امرش یک جای شد، فی صرف در صرف یک مکان است، در اونجا با امرش یک جای شد. خب جفنه چی را میگه؟ در حدیث آمده که جفنه به فتح جیم و سکون فا، جف قصت الکبیره، یعنی همون تشت کلان. وقت تشتا از چوب جور میشد کلان که بسیار آب زیاده میبره. یکی قصه است، قصه کاسه ای است که اون کلان در اون نان میپردن. جفنه که است آب و میره میپردن. در اون وقت اینمی ظرف هایشان بود. خب این خب حدیث و فضل چی را میگه؟ فضل ای را میگه که آنچه که باقی میمانه، یک کسی غسل میکنه یا وضوی تو که دست میگیره در جان خود میپرده، باز آبش میمانه. اینی را میگه. یکی خب میخوره پس خوردهش، او خود جداست، در او خود گپی نیست. در موجا مردم یک کسی که از یک آب بنوشه و دیگه که از وضو نمیکنه می پس خورده شده، در او گپی نیست. حتی این که دست میگیره آب خودش جنوب آمد، یعنی آب میگیره در جان خود میپرته غسل میکنه یا وضو میکنه، که تم باقی از او چطور است؟ این حدیث حدیث جمع نقل کردیم، نه صحت این حدیث باب این صحیح چه قسم است؟ صحیح است نیست؟ حدیث اول که ان رجل، از یک مرد صاحب النبی، یعنی سعی کنین که راوی تابعی از یک مرد نقل میکنه نامش نمیگیره، یعنی مجهول است. مخوالی میگه صاحب النبی، با رسول الله هم صحبت کرده بود، اما که میگه که صحابی بود نامش نمیگه. امام نووی میگه که رواه ابو داود نسائی به اسناد صحیح، ابو داود نسائی به سند صحیح را نقل کرد.
یعنی جهالت صحابی در صحت حدیث ضرر نمیرسانه که تابعی بگوید که یک مرد به ما نقل کرد که او صحابی بود، این ضرور نیست که کی بود. به خاطر که صحابه که هستن عادل می باشن، خصوصا در بخش حدیث بیان حدیث اونا دروغ نمیگن و صحیح میگن. یعنی از نگاه علمی محدثین جرح و تعدیل که حدیث که صحابی مجهول باشه رو میپذیرن. حافظ در فتح یعنی فتح الباری میگه ابن حجر رجال و ثقات، رجال ثقات معتمد است، مردهای راویای حدیث ولم اقف لمن الله ولا حجت قویه. میگه ما تا بعد خبر حاصل نکردیم کسی که را معلول کرده باشه که بگه ای علت است یا ضعیف گفتم با حجت قوی به دلیل قوی نه. یک بیهقی یکی از محدثین است ادعا کرده که در معنی المرسله، مرسل میگه نیست، در معنای مرسل است. معنای مرسلی که حدیث مرسل شما میفهمید که تابعی نقل میکنه، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. معنای مرسل یعنی همین که صحابی نامش معلوم نیست، اینطور گفته در معنای، ولی میگه مردود است، این صحیح نیست. چرا؟ زیرا ابهام صحابی لا یضر، مبهم بودن صحابی ضرر نمیرسانه. گفت که اون مردی که به من نقل کرده صحابی بوده و قصر تابعی بانه لقی، و تابعی میگه اینجا تصریح کرده که ملاقات کرده است. و یک ابن حزم هم یکی از محدثین است، میگه داوود راویش از حمید ابن عبدالرحمن است و ای ابن یزید است، این ضعیف است. و ابن حزم میگه که ضعیف است یا مردود است، صحیح نیست. چرا؟ به خاطر که ابن عبدالله اودوی است، اودی و ای ثقه است. یعنی دا ابن حزم که میگه ای ضعیف است گپش صحیح نیست و به نام ازی تصریح کردگی است، به نام پدرش ابو داود و غیره در فتح الباری. یعنی خود ازی معلوم دار است و خلاصه ای که حدیث صحیح است. یعنی بعضی ها که گفته ضعیف گپ از اونا صحیح نیستن و اونا تحقیقی گپ نزدن. خب حدیث اول هم صحیح است. دوم حدیث که ما گفتیم عبدالله بن عباس میگه در حدیث اولی بود که از باقی مانده آب کسی وضو نکنه یا غسل نکنه. حدیث دوم چیز که النبی صلی الله علیه و سلم کان یغتسل بفضل میمونه، در این باب که ما شما و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آب باقی مانده خانمش غسل میکرد. این حدیث خود صحیح است، قوی هم است، در صحیح مسلم است. یا حدیثی که در بخاری مسلم صحیح می باشه. حدیث عبدالله بن عباس که گفتیم اصحاب سنن نقل کرده، اغتسل بعض و ازواج النبی فی جفنه، بعض خانمای پیامبر هم در یک تشت غسل کردن. این اصحاب سنن ابن خزیمه و حاکم نقل کرده و میگن صحیح است. امام ذهبی هم میگه صحیح است، به امرای حاکم موافقت کرده. حافظ در فتح الباری میگه وقد عله قوم بسماک ابن حرب راوی عن اکرمه، میگه بعضی را معلول گفتگی هستند اما میگه به خاطر تلقین قبول میکرد. تلقین یک کسی یک گپ میگفت و گپش سقام نمی بود، اما امام شعبه را نقل کرده میگه این از مشایخ خود غیر از حدیث صحیح دیگر را نقل نمیکن. یعنی این حدیث هم صحیح است. خلاصه هر سه حدیث صحیح است. اینا حکم از این چیز، آیا مرد غسل کرده میتونه با باقی مانده زن؟ زن خو میتونه، در او گپی نیست. مرد میتونه یعنی زن یه ذره، چون که چی میشن مثلا مریضی ماوار و دیگه یه ذره این که پا نجاست می باشه. اختلاف العلماء فی هذه المسئله علی قولین، علما میگه دو قول، دو نظر داره. قول اولی است، نظر اول که لا یجوز، جایز نیست میگه و این مذهب حنابلة است، یعنی امام احمد ابن حنبل و کسایی که در مذهب حنبلی هستند اینا میگن صحیح نیست و دلایلشان اینمی حدیث است که حدیث باب است که نه رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرد پیامبر ان تغتسل المرأة که غسل کنه زن بفضل الرجل، با آب اضافگی مرد، او الرجل یا مرد بفضل آب اضافگی زن. و دیگه از عبدالله ابن سرجس صحابی هم امین نقل است و سعید ابن مسیب، حسن بصری، سعید ابن مسیب حسن بصری تابعین است یا امام مجتهدین بودن. یعنی ما شما در امام مجتهدین امام چهار امام میشناسیم که امام ابو حنیفه رحمه الله، مالک، شافعی، اما اینا پیش از او بودن. اینا سعید ابن مسیب بسیار مجتهد کلان، حسن بصری در بصره بود. اگر که یعنی در مذاهب مشهور نیست، یعنی کسی تابعدارایش به این نام نیست، اما اینا پیشتر شدن و اینا از این چهار امام کده، امامای اول اینا بودن، یعنی اینا استادای از این چهار امام هستن. انهم منعوا التطهر، میگه یا منع کردن که انسان خدا پاک کنه به فضل المرأة،
باب باقی مانده زن. این را امام ابن حجر در فتح باری میگه. خب یعنی نظر یا ما میگه پس غیر از حنابلة. یک دلیلش گفته ممی حدیث است که پیامبر مانده. دوم دلیلش حدیث حکم عن عمرو غفاری است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم نها منع کرد ای یتوضا الرجل، این که وضو کنه یک مرد به فضل طهور المرأة، با آب باقی مانده خانم، یعنی آب پاکی که از خانم میماند اضافگی میپرسم منع کرده. این حدیث امام ابو داود نقل کرده، ولی کسایی که مانعین هستن میگن نشه و این کار یعنی غسل نشه وضو نکنن، اینا از این حدیث استدلال کرده. حدیث دومشان، اما این حدیث دومشان ضعیف است. حدیث اول صحیح است، دوم همین که عمرو غفاری نقل میکنه و هذا الحدیث ضعف الامام بخاری. امام بخاری میگه که حدیث ضعیف و ابن عبدالبر یا جمله محدثین در الاستذکار میرا ضعیف گفته. قال مضطرب لا تقوم به، میگه این مضطرب است یعنی گرد ود است، حجت به قائم نمیشه. امام نووی در خلاصه میگه ضعیف، یعنی در ضعف ازی اجماع است. و همین قسم ابن قیم در تهذیب السنن میگه لیس بصحیح، یعنی این حدیث صحیح نیست، غیر از اون یک حدیثشان که پیامبر منع کرده و نمو دلیله. خب قول دوم، نظر دوم میگه جایز است، یعنی یک مرد میتونه که با آب باقی مانده زن و همین قسم زن از مرد و آب باقی ماندهش غسل کنه یا وضو کنه. و از مذهب جمهور علما. این جمهور علما است، حنفی، مالکی، شافعی به می نظر هستند، یعنی مذهب حنفی، مذهب مالک، مذهب شافعی. باز مثلا از بعضی ائمه مذاهب امام نووی از جمله شافعی مذهب است، اما بسیار عالم کلان است. میگه و اما تطهیر الرجل لفضله فهو جایز عندنا، پاک کردن مرد با باب باقی مانده زن جایز است به نزد ما. و عند مالک و ابی حنیفه، به نزد ما میگه جایز است، یعنی ما شافعی مذهبا، و به نزد امام مالک و امام ابو حنیفه رحمه جماهیر علما، جمهور یعنی اکثریت علما، اکثریت علما مجتهدین، سواء خلت بهی او لم تخلو، برابر است که دی تیر شده باشه یعنی دست زده باشد یا نزده باشد، جایز است. حالا بعضی اصحاب ما ولا کراهت فی ذلک للحدیث سیئه وارده به، میگه بعضی اصحاب ما میگه که کراهیت نیست به خاطر احادیث سیئه در این باره وجود داره. بس دلایلش براتون میگه. ابن قطامه میگه که اختار ابن عقیل و قول اکثر اهل العلم، میگه میره انتخاب کرده ابن عقیل از مذهب حنبلی‌ها، یک عالم کلان است و اکثر اهل علم میره و همین قسم از مذهب حنفی. دلیل از اینا چیست؟ دلیلشان امی حدیث عبدالله ابن عباس است که امام مسلم او را روایت کرد، پیشتر خواندیم که ان النبی کان یغتسل بفضل میمونه، خود پیامبر غسل میکرد با آب باقی مانده میمونه. میمونه یعنی خانمش. وجه دلالت چیست؟ که صریح است در جواز پاک شدن مرد با آب باقی مانده زن. یک. دوم حدیث دوم است که اغتسل بعض ازواج النبی، غسل کرد بعض خانم‌های پیامبر فی جفنه، در یک تشت آب کلان غسل کرده بودند و فجاء پیامبر اومد تا که غسل کند دو فقالت له، میمونه برای این میمونه بوده، میاد بعضی ازواج که در این حدیث بعض آمده و میمونه بوده، میگه برای پیامبر گفت اینی کنت جنوب، ما جنوب بودم، در این دست زدیم و پایم خورده میشه، آب پریده دیگه شده، فقال گفت این الماء لا یجنب، پیامبر گفت که آب جنوب نمیشه، یعنی غسل کردی. خب اینا اینجا خو دو قسم حدیث شد و دو نظر شد، یعنی سه مذهب میگه جایز است، مذهب حنابلة میگه نیست. کدامش راجح است یعنی درست است؟ هذا القول هو الراجح، یعنی نظر دوم که جمهور علما است این راجح است، صحیح است. دلالتش چیست؟ وجه ترجیح چیست؟ که ظاهرش چیست که دلالت میکند که ان خلت به لطهارة کاملا حد، که خانم پیامبر صلی الله علیه و یعنی از بیوزوگی حتی از جنابت یعنی غسل کرده بود و پیامبر هم جواب عام داد که آب به این کار تو نجس نمیشه، جنوب نمیشه، فلا مستعمل نمیشه، یعنی تو دست زدی پای زده باشی دی. دومی که ما انه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به، آب پاک جایز است برای زن که وضو بکنه و جایز است برای مردم که از آب باقی مانده زن وضو کند. و این حدیث باز این قول که صحیح هم است. اینجا سوال پیدا میشه، خب دلایل خود نظر به این احادیثی که پیامبر خودش کار کرده شما گفتین جایز است.
خیا حدیث نهی را چی میگن که پیامبر منع کرده؟ جواب شما بر از او چیست؟ باز اینجا علما جواب میتن. میگه جواب احادیث نهی دو طریق جواب دادن. یکی است که اول احادیثی که پیامبر نهی کرده منع کرده محمول به کراهت است، یعنی مکروه است، تا که جمع در بین ادله شد، زیرا او هم حدیث صحیح است، یعنی مکروه بد دیده شده است، اما اگر کسی بکنه پاک میشه، اگر غسل کنه غسلی صحیح میشه، وضو کنه صرف یعنی کار خوب نیست. و رجع الحافظ ابن حجر و شوکانی، خودم حافظ ابن حجر میگه که او پیامبر منع کرده نهیش تنزیهی است، یعنی به درجه کراهیت است. و شوکانی، امام شوکانی یک عالم معاصر بسیار محدث کلان است، یا من میگه میزن. دومی است که میگه احادیث نهی در او صورت علی ما تساقط من الاعضاء لکونی قد صار مستعملا، میگه احادیثی که من است به او حمل میشه که از دست بیفته و او مستعمل شود. جوازش که است علی ما بقی من الماء، یعنی با مو آبی که باقی میمانه ای تو که دست میگیره او یکی است که مستعمل میشه، کسی غسل کنه و این آب دیگهش که بسو میره که اینی آب جایز نیست، اما او آبی که دست گرفته در بدن انداخته که از او صحیح است، زیرا باقی مانده خود نواب میشه که آبی که او طرف میره ذخیره میشه در یک جای، یکی آبی است که دست میزنه. و می قسم امام خطابی یکی از شارحین حدیث است جمع کرده. حافظ ابن حدیث میگه و هو ممکن الجمع بین الاحادیث، میگه میشه که در امی دو حدیث ما جمع بکنیم، بیان تحمل احادیث النهی ای که حمل شود اراده شد و حدیثی که منع کرده علی ما تساقط من الاعضاء و آنچه که از اعضاء ساقط میشه یعنی مستعمل میشه، و الجواز علی ما بقی من الماء، جایزی که باقی میمانه آب، و بذلک جمع الخطابی، امام خطابی میگه یه قسم نقل کرده یا شارح از محدثه. او یحمل النهی علی التنزیه جمع، یا میگه حمل میکنیم نهی به تنزیه، یعنی اگر که او مستعمل هم باشه یعنی چیز است مکروه است تنزیهی، یعنی بهتر است که انسان نکنه، اما این تو نیست که وضو نشه، نهی به این معنا نیست که وضو نشه یا غسل نشه. امام نووی از احادیث منع جواب میده، میگه هرچی حدیث حکم ابن عمرو غفاری فاجاب اصحابنا عنه بأجوبة، میگه چند جواب علمای ما داده یعنی شافعی مذهبا، یکیش است که جواب بیهقی و غیرش کنه ضعیف. امام بیهقی میگه که حدیث ضعیف است، واقعا در صحت از او کم اختلاف است، اگر که اکثر محدثین صحیح گفته و بعضیا او را ضعیف گفته. قال البیهقی قال الترمذی، بیهقی میگه که امام ترمذی بر ما گفت، امام ترمذی شاگرد امام بخاری است و مسنن ترمذی که کتاب حدیث کلان است. می سألت البخاری، ما از امام بخاری سوال کردم فقال لیس هو بصحیح، گفت حدیث صحیح نیست، یعنی حدیثی که پیامبر منع کرده که از آب اضافی زن مرد غسل نکنه و از آب اضافی مرد زن. قال البخاری و حدیث ابن سرجس اصحیح انه موقوف علیه، می حدیث ابن سرجس صحابی که است صحیح است که موقوف است، موقوف یعنی نظر صحابی است، پیامبری را نگفته، حدیث موقوفی را میگه که خود صحابی بگوید و هیچ وقت گپ صحابی با پیامبر باز برابر شده نمیتونه. اما در یه حدیثی که ما مسلم نقل کرده که خود پیامبر صلی الله علیه و آله با آب اضافه خانمش وضو کرده است. باز میگه امام بخاری گفت که و من رفعه فقط اخطا، کسی که را مرفوع گفته یعنی میگه که پیامبر نقل کرده ای خطا کرده است. و هم قسم امام دارقطنی میگه وقفش اولاست به ثواب، یعنی که ما حدیث موقوف بگیم بهتر است با حق بودن من رفعه، از اینکه ما بگوییم این مرفوع است یعنی پیامبر گفته است. نه این گپ صحابی است و نظر صحابی، نظر یک صحابی که در این موضوع گپ میزنه یا فتوا میده زمانی صحیح میشه که حدیث مرفوع نباشه، یعنی گپ پیامبر نباشه یا عمل پیامبر. اگر عمل پیامبر بود یا هدایت پیامبر بود باشه و گپ صحابی عمل، این ایده باره باز اتفاق عمل نمیشه. و روا حدیث الحکم ایضا موقوفا علیه، میگه روایت شدگی حدیث حکم موقوف علیه. قال بیهقی فی کتاب المعرفه، در کتاب معرفه امام بیهقی محدث میگه حدیث سابقه فی الرخصت اصح فالمسیر الیه هؤلاء، میگه حدیثی که پیامبر میگه که رخصت است، یعنی میتونه که شوهر از خانم آب اضافگیش غسل کنه خانم شوهر، میگه این صحیح ترین است، صحیح تر است، مسیر به این اولاست، یعنی انسان به این عمل بکنه این بهتر است. اما حدیث دیگره که پیامبر منع کرده او را بانه. جواب دومی است که خطابی و اصحاب ما میگه که نهی از فضل اعضاها،
اگر ما بگوییم که پیامبر برو حدیث صحیح است منع کرده، امو آب باقی مانده ازش یعنی که مستعمل و ما سال آنها یعنی که دستش میفته بدنش میفته اونو. و یوید هذا میگه ای گپ تایید میکنه ان روایت داوود ابن عبدالله اودی از حمید ابن عبدالرحمن حمیری است که ان بعض اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم عن النبی صلی الله علیه و سلم، این میگه اینجا یک دلیل داریم که انه نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او یغتسل الرجل بفضل المرأة. میگه منع کرد پیامبر که غسل کنه زن با آب اضافگی مرد و غسل کنه مرد با آب اضافگی زن. یحمل میگه حمل میشود علی ان المراد ما سقط من اعضائها، مراد است که آنچه که ساقط میشه از اعضایش یعنی مستعمل میشه از عضو بدنش. و یؤید میگه تایید میکنه الله ان لا نعلم احد من العلماء منعها، میگه ما نمیفهمیم که یکی از علما این را منع کرده باشد. فضل الرجل یعنی باز اگر از آب مرد باقی میمونه میگه این را کسی منع نکرده. فینبغی تعویل و علی ما ذکرت، مناسب است که تعویل شود. یحملنا ذلك میگه ما را باعث میشه به که حدیث لم یقل احد بظاهری، هیچ کس به ظاهرش گپ نگفته، همین حدیث منع که این کار نشوه یعنی با آب اضافگی زن مرد وضو نکنه یا غسل نکنه. محال ای صحه میگه محال است که این حدیث صحیح باشه و تعمل امت کلها بخلاف المراد و کل امت به خلاف ازی عمل کرده باشه یعنی صحابه تابعین. جواب سوم است که خطابی و اصحاب ما میگن نهی لتنزیه، نهی بر تنزیه از جمع، یکی نهی تحریمی است که حرامه، یکی تنزیه این به درجه مکروه میرسه تا که احادیث جمع شه. این را امام نووی در مجموع کتاب داره دو گفتگی است و او کتابش بسیار چند جلد است کلان کتاب. و همین قسم از جمله علمای معاصر که بسیار شهرت داره در عربستان سعودی در سال 1420 وفات کرده است، حال 1440 است یعنی 20 سال پیش. یکی از علمای جهان مشهور است و بسیار ماشاءالله وقتی که گپ میزنه فتوا مستدل می باشه. و هم شیخ ابن عثیمین میگه و صحیح میگه صحیح است که ان النهی فی الحدیث لیس علی سبیل التحریم، همین نهی که پیامبر هم گفت که نکنه مرد با آب اضافگی زن وضو، میگه ای به طریقه تحریم نیست بل علی سبیل الاولویه، یعنی به سبیل اولویه یعنی بهتر است که کار نشه. و کراهت التنزیه یعنی مکروه بودن است. فصواب پس حقی است که ان الرجل لو تطهر بما خلت بالمرأة فإن طهارته صحیحة مرده، یعنی اگر مرد خدا پاک کنه با او آبی که زن بازو تیر شدگی است غسل کردگی است پس طهارت صحیح است، بی وضوگیش از بین میره، جنوب باشه پاک میشه، بی وضو باشه. این و این گپ شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه، یعنی غیر از این که ایسه مذاهب گفت یا هم میگه این گپ، یعنی یکم تا بعد میگه که و این که در کتاب شرح الممتع از ابن عثیمین در اونجا گفته. یکم تا میگه که بعض علما به گپای شیخ الاسلام عمل میکنه، دیگه علما هر چی گفته باشند در قصیش نیست، این گپ نیست. ما هر کسی که دلیل قوی داره و صحیح داره، مثلا حدیثی که پیامبر خودش غسل کرده این حدیث قویه در صحیح مسلمه، در او حدیث در صحتش اختلافه جنجال است و او که باشم به خاطر جمع به حدیث قوی و صحیح عمل میشه، یک در صحتش اتفاق باشه و قوی باشه. ما اصلا تو نمیگیم فلانی فلانی، هر عالمی که مجتهد باشه عالم باشه ولی دلیلش قوی باشه و او عمل میشه. و اینجا مثلا نظر مذهب احناف اکثریتش هم میگن ما به این عمل میکنیم. خب دلایل به جواز اغتسال زوجین جمیعا، یعنی اگر دوی خانم شوهر یک جای غسل کنند و از یک ظرف آب بگیرن، این چطوره؟ جایز است؟ نه؟ بله در این مشکل نیست. امام شوکانی میگه که فاما غسل الرجل والمرأة وضوء ما جمیعا فلا اختلافی، غسل کردن مرد و زن و وضوء هر دوشان یک جایی در اختلاف نیست. مثلا یکم دفعه خانوما اگر شوهر خانم خدا بگه که بیا میجه ما یک جای غسل کنیم یا وضو کنیم، و میگه نه که گناه داره، نه گناه نیست. یکم تو در دل خود یک چیز فکر میکنه هیچ گپی نیست. و قد دل علیه احادیث، بسیار احادیث از این باره، عن ام سلمه، از ام سلمه یعنی خانم پیامبر صلی الله علیه و آله، یکی از خانماش یکیش میمونه بود، این خانم دیگه و این محدث بود بسیار فهمیده و شیار، مادر المؤمنین است. قالتی می كنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله علیه و سلم من اناء واحد من الجناب،
متفق علیه. این در این بار حدیث متفق علیه امام بخاری مسلم نقل کرده. میگه ما و پیامبر صلی الله علیه و آله که شوهرش بود از یک ظرف در حالی که جنوب بودیم غسل میکردیم. یعنی من میگرفتم آب و هم میگرفت از یک ظرف در بدن خود مینداخت. یعنی در یک تشناب بودیم و غسل میکردیم. هیچ کدام یعنی پیامبر اگه یک کدام کار بد می بود پیامبر صلی الله علیه و آله کار نمیکرد. کاری که پیامبر صلی الله علیه و آله میکنه و دین است، خب و بد نیست و صحیح است. و یکم تا اگه میگه مختص اختصاصش هم صحیح نیست تا خود پیامبر صلی الله علیه و آله نگوید که کار با من مختص است، یعنی دلیل برش نباشه بر اختصاص او را مختص هم گفته نمیتونه. حالا یکم تا اگه بگوی پیامبر کار کرده میگه او خب پیامبر بود، حالا پیامبر دین هم بیان میکنه جاهل نافهم. کاری که پیامبر صلی الله علیه و آله کرد بر ما دلیل میشه که صحیح است. دوم عایشه رضی الله عنها دیگه خانمش این میگه که قالت كنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله علیه و سلم من اناء واحد تختلف ایدینا فی من الجنابه متفق علیه. این امام بخاری مسلم میره نقل کرده. میگه ما و رسول الله صلی الله علیه و سلم اردوی ما از یک ظرف غسل میکردیم دستای ما میگه مختلف میشد از جنابت، یعنی اردوی ما جنوب بودیم هم بسری کرده بودن و گاهی من میگرفتم آب مینداختم گاهی او میگرفت. خب وقت دیگه با دست میگرفتن ظروفی که پا شاید کم بوده باشه میگه گاهی او میگرفت گاهی من میگرفتم. و یکی اگم تا میگه کسی جنوب باشه نه بعضی نظرش هست که دست ده آب چی میشه هیچ این گپ نیست قطعا. این احادیث مخالف او گپ هست. میگه که جنوب که آب دزد جنوب میشه. و در لفظ بخاری میاد که اناء واحد نختلف منه جميعا. میگه از یک ظرف نختلف که با دو دست میگرفتیم ما و پیامبر صلی الله علیه و آله در لفظ بخاری. و در لفظ مسلمی تو میاد من اناء بینی و بینه واحد فیبادرونی حتی اقول دالی. میگه از یک ظرف آب میگرفتیم که در بین ما و پیامبر بود اما ظرف. میگه من میگفتم بان که من بگیرم و بان که من بگیرم. بعضی وقت پیامبر صلی که دست میگفتم بان که من بگیرم باز آب میگرفتم و غسل میکردیم. یعنی این اگر که در اینجا در این حدیثی کتاب ایتو آمده بود که از آب اضافگی زن مرد وضو کنه، اما این اب نامده بود که اردوش چطور کار کنه. این را هم ما بیان کردیم در اینجا که اگر اردوشان از یک ظرف میگیره. و دیگه حدیث عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جميعا رواه البخاری. عبدالله بن عمر میگه که کان رجال و نساء بود مردا و زنا وضو میکردن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم جميعا کلشون یک جای. وقتی تو نبود که نلا باشه این تو یک آب در یک تشت می بود و کل یک جای وضو میکرد. خب باز ابن ماجه میگه من اناء واحد از یک ظرف وضو میکرد، یعنی یک ظرف کلان بود و زن و مرد میامد از امو وضو میکرد. ندلا فی ایدینا می دستای خدا مینداخت دست میگرفت آب در دهن مینداخت در بینی مینداخت با دروی خدا پای خدا میشستن جميعا زد مفترق وقع مصر هم به وحدت الاناء جميعا که ظرف هم یکی بود. در صحیح ابن خزیمه آمدگی است که از عبدالله بن عمر انه ابصر النبی و اصحابه یتطهرون والنساء معا من اناء و كلهم یتطهرون. می پیامبر صلی دید و اصحابش که کلشان خدا وضو میکنن زنا با امرایشان است از یک ظرف و یکی دیگر را پاک میکنن. خب اینجا یک سوال پیدا میشه که کس کلش نامحرم بود چه قسم بود؟ یعنی اگه حالا هم اینجا زنا و مردا کلش یک جا جمع شون نه وضو کنن نه میطور بوده چه قسم بوده؟ ظاهر حدیث هم میطور بوده که کل زنای نامحرم هم بوده باشه. این جواب عزیز که وهذا اما یقال ان هذا قبل نزول الحجاب. میگه این حدیث که آمده و حجاب نازل نشده بود که سر بپوشانه زن یا پای خدا تا کجا، یعنی پیش از نزول حجاب کل زنا بود. یا ای که مقصود رجال و نساء که اینجا گفته که ان کان الرجال و النساء مردها و زنا یتوضؤون فی زمان رسول الله وضو میکنن در زمان پیامبر صلی الله علیه و جمیعا ازواج ما ازواج، یعنی شوهرها با همراه خانم‌هاشون، یعنی شوهر خانم میامد اینطوری که دیگه زنای نامحرم یا محارمشان. مثلا یک کسی 5 نفر می آمدن و 5 خانم هم کتیش چیزش خواهرش می بود چیزش خانمش می تو محارم می بودن محرم می بودن می آمدن وضو میکن. یعنی اینمی دو دلیل است، یا محرم بودن یا اینکه پیش از نزول حجاب بودگی است، اما از یک ظرف وضو میکردن. از این یعنی فهمیده میشه که میتونه که مرد و زن وضو بکنند.
ما حکم الماء الذي فضل من وضوء المرأة. خب آبی که میگه باقی میمونه از وضوء زن، حکم از این چیست؟ پاک است نیست اگر زن دست بزنه؟ طهورن، حکمش امیست که پاک است. یعنی حدیث عبدالله بن عباس که النبی اغتسل فی جفنة، و مثلا غسل کرد دونمو تشتی که باز خانمش گفت که ما خو چی کردیم جنوب بودم، و پیامبر برش چی گفت؟ ان الماء لا یجنب، آب که جنوب نمیشه. یک دوم النبی اغتسل بفضل میمونه، پیامبر هم غسل کرد به فضل آب میمونه، با آب باقی ماندهش. و اصل در آب طهوریت، یعنی نجس نمیشه، آب باقی است. خب این میسه حدیث در این بخش بیان کردیم که یک نوع حدیثی بود که غسل اگر میکند یا وضو میکند مرد با باقی مانده زن، دو نظر بود و گفتیم نظر راجع دلایل قوی می بود که جایز است. و این گپ هم گفتیم یا خانم شوهر بشینن در یک ظرف در یک تشناب غسل کنن، یا هم جایز بود و حدیث بیان کردیم. و ای که چند خانما جمع میشن محرم باشه، دیگه گپی نیست، از یک ظرف آب بگیرن وضو کنن، دیگه مشکلی نیست. و ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طهور اناء احدکم اذا ولغ فيه الكلب ويغسله 7 مرات ولاهن بالتراب، اخرجه مسلم. حدیث دوم میخوانیم. ابو هریره رضی الله عنه میگه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود طهور اناء احدکم اذا ولغ فيه الكلب یغسله 7 مرات. طهور پاکیه انای احدکم، ظرف یکی از شما، ظرف که ظرف نان باشه، هر چی که باشه، ظروفی که نان میخورین، یکی از شما اذا ولغ فی الکلب، وقتی که دان میزنه دو سگ میلیسه هر چی که میکنه، نه یکم دفعه در ظرف نان باشه میخوره و تا زبانش دو میخوره. و چیز یغسله 7 مرات، 7 مرتبه میگه او را بشویه. ولاهن بالتراب، اولش به خاک باشه. اخرجه مسلم، این امام مسلم، یعنی حدیث صحیح و قوی. و در لفظ دیگه امام مسلم میگه که اگر میگه دهن زد فلیرقه، امو چیزی که است او را سپرته، اگر شوروا است نان است او سپرته، زیرا سگ دانگ زد او نان که است نجس میشه. و در لفظ ترمیزی تو میاد که اخراهن او اولاهن بتراب، یعنی اگر دهن میزنه در یک ظرف سگ 7 بار او را بشوین، آخریش به خاک باشه. حال خاک با تحقیق کردن پسان شاید این کتابم بگوید که در خاک از یک موادی است که نمون ویروسای از را ختم میکنه، از بین میبره. حتی بدهی تو بعضی علما میگن که اگر کس استنجا میزنه، استنجای کلان، با زمین دست خدا که خاک بشویه. حال صابون بعضی چیزا هست، یعنی میکروبایی که هست باید بین بره. خود او وقت پیامبر هم نمیگفت که میکروب چطور. خب میکروب یک چیز خورده که اگر میگفت که یک چیز خورده است که به چشم دیده نمیشه، در بدن بره انسان میکشه، کسی قبول نمیکنه. یک قدر چیز خورد باشه و چشم هم نبینه و در بدن بره میکشش. خب اعمال پیامبر هم میگفت که کت خاک و صحابه میتو بود که دین چیز پیامبر میگه در حکمت است، گپ نمی قبول میکنن. یا استنجا میزنین کت چیز یا کت صابون، این میال خو صابون اسانه چیز خوب است که چیز از بین میبره میکروب. طهور انای احدکم بضم تا، طهور نیست پاکی، یعنی مطهر، طهور پاک کننده انای احدکم، ظرف یکی از شما مسلمانا، این کاسه باشه، غوری باشه، می ظروفی که آب و نان و این چیزا. اذا ولغ، ولوغ چرا میگه؟ ولوغ ایت خل الکلب لسانه فی الماء و یحرکه، که سگ دان خود داب تیر کنه و حرکتش بده. و سگ هم ببینیم که او بنوشه تو چی می، نان هم که بخونم تو دانک میزنه یک قسم. و سوان شرب اولم یشرب من الماء، در میگه آب بنوشه نه، دان خود که زد زبان خود و بسیار میکروب داره، در این سرایت میکنه. کلب چی را میگه؟ کلب یعنی جمیع الکلاب، تمام سگا، کلب سگ هم میگه، هر سگی. بعضی ها فرق کرده، میگه اگه سگ شکاری باشه تو میگه یعنی هر سگی که سگ شکاری باشه. سگای شکاری یعنی مثل گرگا که هست، نه بسم الله الله اکبر گفته روانش میکنه پشت شکار و میره و یا هر چیز که باشه، آهو باشه یا پرنده باشه، چیز میگیره. سگ شکاری باشه و ماشیه باشه، یعنی سگی که حیوانا میره و نه در امو، یا حرس باشه، سگی که در زراعت نه نگهداریش میکنی. او لیس کلب معلما، یا کلب معلم یعنی تربیت شده نباشه، همین تو سگ عادی باشه یا
سگ خانه نگهبان باشه. زیرا پیامبر هم گفت که سگ که دهن زد 7 مرتبه بشویید، یک مرتبهش با خاک، یا اول یا آخرش. ماذا نستفید؟ ما از این حدیث چی میگیریم؟ حدیث وجوب غسل الاناء، یعنی واجب بودن شستن ظرفی که دو سگ دهن میزنه 7 مرتبه. از این فهمیده میشه که 7 مرتبه یعنی یک بار دوبار نمیشه، بعضی نجاست ها و میکروباش میمانه. و دیگه از این حدیث حکم به دو طریق فهمیده میشه. اول طهور اناء احدکم، لفظ طهور میگه لا یکون الا من حدث او نجاس، پاک کننده. از این طهور که گفت فهمیده میشه که سگ که دهن میزنه یا نجسش میکنه یا بیوضو میسازه و را خرابش میکنه. دومی که لانه امر باراقه فی روایت، در روایت دیگه می امر کرد بر اراقه، یعنی اوس پرتین، اگر شورواس یا یک چیز است خوردنی اوس را پرتین. از این فهمیده میشه که زبان سگ نجس است. و هذا قول اکثر اهل العلم، اکثر ائمه مجتهدین صحابه میگن. امام نووی میگه وقد اختلف العلماء فی ولوغ الكلب، میگه علما ائمه مجتهدین اختلاف کردن در دهن زدن سگ، در زبان زدن سگ در ظرف. فمذهبنا انه ینجس ما ولغ فی، مذهب ما میگه است که نجس میکنه آن چیزی را که سگ دهن بزنه، ظرف باشنون نجس میشه. و یجب غسل اناء 7 مرات، شستن او ظرف 7 مرتبه واجبه. احداهن بالتراب، یکیش به خاک باشه، اولش باشه یا آخرش باشه. و به هذا قال اکثر العلماء، اکثر علما میگه میره گفت. حکا ابن منذر وجوب الغسل 7، میگه ابن منذر یکی از محدثین است، یا وجوب غسل 7 مرتبه حکایت کرده از ابو هریره صحابی، و از عبدالله ابن عباس صحابی است، و از عروه ابن زبیر تابعی، طاووس یم تابعی، عمرو ابن دینار، و از امام مالک، اوزاعی، امام شام، امام احمد، ابن اسحاق ابن راهویه، ابی عبید، ابی ثور یم از جمله مجتهدین. قال ابن منذر و بی یقول، می خود امام امین نظر ماست که واجب است، یعنی تو نیست که دلت شد دلت نشد. قال ابن قدامه، ای از علمای حنبلی میگه که لا یختلف المذهب، میگه مذهب ما اختلاف نداره حنبلیا، ان نجاست الكلب، که نجس بودن کلب یجب غسلها 7، واجب است شستنش 7 مرتبه، یعنی کم نباشه. احداهن بالتراب، یکیش با خاک باشه، این واجب است 7 مرتبه شستش، و ایام که یکیش با خاک باشه، اگر نشد یعنی اون نجس است. و هو قول شافعی، و امام شافعی هم میگه، یعنی حنابلة، مالکی‌ها اینا. و بالوجوب قال جمهور العلماء، با وجوب اکثریت علما میگن. چرا؟ لقولی فلیغسله 7، و هذا امر، و این هم امر کرده که باید 7 مرتبه باشه. و الامر للوجوب، امر بر واجب است، یعنی فرض بودن حتمی است، اگر نشوی گناهگار میشی. و خب حنفی امام ابو حنیفه رحمه الله اینا چی میگن؟ میویرا ابو حنیفه ان الغسل من غلوب الكلب 3 مرات، میگه امام ابو حنیفه میگه که شستن از دهن زدن سگ 3 مرتبه، 7 واجب نیست، 3 مرتبه. واحتج له اصحابه، میگه با اصحابش شاگردایش دلیل میگیرن به مایلی. اینی حادثه روی ان ابو هریره موقوفا، از ابو هریره موقوفا، موقوف یعنی که صحابی بگویا، پیامبر نگفته باشه. انه یغسل من ولوغ 3 مرات، می غسل داده میشود از دهن دادن سگ، یغسل من ولوغ 3 مرات، 3 مرتبه. این تو یک حدیث موقوف، رواه دارقطنی. قالوا میگن و ابو هریره هو الراوی للغسل من الولوغ 7، خود ابو هریره میگه راوی است از شستن ظرف که 7 مرتبه شسته شد. فالعبرة بما رأى لا بما روى تحسینا للظن عن مخالفت النص. عبرت میگه خب میگه خودش کار کرده که میگه 3 مرتبه فتوا داده، اما احادیث 7 هم نقل کرده کیست. این حال میگه عبرت و اعتبار با چی داده میشه؟ با آنچه که دیده، خودش دیده. لا بما روا، نه با آنچه که روایت کرده، روایت جدا و آنچه که دیده. تحسین للظن، تا که میگه ما حسن گمان به این داشته باشیم از مخالفت النص. یعنی ما میگه ای تو میگیم که وقتی که 7 مرتبه واجب میبود چرا خودش مخالفت کرد؟ اینکه 3 مرتبه کرده، از دانسته میشه که 7 مرتبه واجب نبوده. ولا سور رواه دارقطنی، میگه اثر است، اثر میره میگه که صحابی نقل کرده باشه. حدیث بازام است، حدیث صحابی را میگه از پیامبر را میگه، اما اثر که از خاص است.
اثر دار قطنی و قال هذا موقوف، میگه دار قطنی میگه موقوف است، یعنی خود ابو هریره گفت، پیامبر نگفت. ولم يروي هكذا غیر عبدالملک عنات، میگه این قسم میره نقل نکرده غیر از عبدالملک از عطا، یعنی یک نفر دیگه میره نقل کرده، دیگه کس نه. و قال حافظ در جواب، امام حافظ ابن حجر میگه این گپ صحیح نیست که 3 مرتبه 7 مرتبه باید شده شه. چرا؟ میگه موافقت کرد، موافقت رأی ابی هریره لما رواه من السبع، یعنی موافقت کردن نظر ابو هریره با آنچه که روایت کرده است که 7 روایتش 7 نظرش 3 واردت، میگه و آمده از روایت حماد ابن زید از ایوب عن ابن سیرین، ابن سیرین تابعی است و هذا من اصح، یعنی صحیح ترین سند است. هرچه مخالفت میگه فمن روایت عبدالملک ابن ابی سلیمان عن عطاء و هو دون الاول في القوه بكثير. از روایت عبدالملک ابن ابی سلیمان از عطا و این پایینتر است در قوت از اول کرده، یعنی رای ابو هریره آنچه که گفتگیست موافقتش هم نقل شده، مخالفتش هم، اما مخالفتش قوت نداره، موافقتش قوت داره، 7 هم است، 3 هم گفتگیست. هرچی میگه که مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله شاگردش که گفتن که عبرت آن چیزی که دیدگیست نه با آنچه که روایت کرده، میفعل عبرت و کما هو مذهب الجمهور بما روا لا بما را. جمهور علما مثلا مالکی ها، شافعی ها و همین قسم اکثریت محدثین میگن که عبرت برای روایت حدیث است نه به نظر یک کس. مثلا اگر راوی حدیث چیزی را روایت کرد با اونمو عمل، او که نظرش چیست اون گپش جدا، با او عمل نمیشه. اما مذهب حنفی میگه نه، عبرت که است برای نظر راویش نه برای روایتش. این گپ و جمهور میگه نه، این گپ صحیح نیست. و انسان که فکر میکنه همین طور است که روایت مهم است، نظر یک کس هرچی می باشه ما روایت اگه او به نظرش یک حدیث دیگه مرفوع را میگفت صحیح، اما حدیث مرفوع نداره به نظر خود، نظر شخصیشه. اما قول ابن قیم میگه که والذین دین الله به ولا يسعون غیره وهو القصد في هذا الباب بأن الحديث إذا صح عن رسول الله ولم يصح عنه حديث آخر ينسخ أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه. ابن قیم بسیار یک گپ خوب میزنه، حافظ ابن قیم یا معلم قرن 8 است، میگه که والذین دین الله به، آنچه که ما میگه اطاعت میکنیم از الله، دینداری میکنیم، ایست که ولا یسعنا غیره، جای نیست به ما غیر ازی. و القصد فی هذا الباب، او اراده کردن در این باب چی است؟ در این بخش ای که یک راوی یکی نظرش باشه یکی روایتش، در این بخش چی میگه؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم که حدیثی است که از وقتی که اذا صح عن رسول الله، وقتی که حدیث صحیح از رسول الله ثابت شد، ولم یصح عنه حدیث آخر، دیگه حدیث وجود نداره، حدیث صحیح از پیامبر یک دیگه حدیث وجود نداره که ینسخ را منسوخ کنه، یعنی از پیامبر فقط یک حدیث ثابت است که 7 مرتبه 6 تا یکیش باخواد، دیگه حدیث مخالفش نیست و در این بخش باشه یا هر بخش دیگه باشه، جایی که پیامبر هم گفت دیگه حدیثی که خود پیامبر گفته باشه وجود نداشته باشد، میگه ان الفرض علینا، فرض به بالای ما، واجب به بالای ما یا حتمی است به بالای ما، به بالای امت، که اخذ به حدیثی، یعنی عمل به حدیث پیامبر، به عمل پیامبر، به امر پیامبر، به هدایت پیامبر شد و ترک ما کل ما خالف و ترک هر چیزی که مخالف حدیث گپ پیامبر است. ولا نترك لخلاف احد من الناس کائنا من کان لا راوی ولا غیر، یعنی ترک نمیکنیم ما گپ پیامبر با مخالف بودن یکی از مردم هر جایی که باشه، نه راویش نه غیرش، راوی حدیث مخالفت کرده باشه یا غیرش دیگه غالب. چرا؟ من الممکن ان ینسی الراوی الحدیث، راست میگم امکان داره که خود راوی حدیث فراموش کنه، همین حدیث را که روایت کرده، اما تو را میشه مثلا من میال بر شما بیان میکنم همین حدیث، یک وقت دیگه از من می سوال شو یادم میره چیز دیگه بگم نه دی بار حدیث من ندیدم، ما فراموش کردیم، در حالی که باید بگن که ما گپ تشنیدیم ما ثبت شده، او میگم یادم نمونده. نه میشه که راوی حدیث روایت حدیث کرده فراموش کنه، یک اولا یحضر وقت الفتیا، در وقت فتوا در ذهنش نمیاد، وقتی که فتوا از او خواسته میشه حدیث یادش نمیاد، حال اولا یتفن لدلالت تلک المثل، یا ذهنش کار نمیکنه
به این مسئله که این حدیث به این مسئله دلالت میکنه، فکر میکنه که حدیث با کدام معنای دیگه داشته باشه. او یتأول فی تاویل مرجوع، تاویل میکنه تاویلش مرجوع یعنی ضعیف است قوی نمی باشه. او یقوم فی ظنی ما یعارض، یا در گمانش چیز که به مقابل از دیگه حدیث است، ولا یکون معارضا فی نفس الامر، در حالی که مقابل حدیث دیگه حدیث نمی باشه. او یقلد غیره فی فتواه، یا امکان داره، چندین امکان است یا کسی که مخالفت با روایت خود میکنه، این امکانایی هست. یا ای که میگه تقلید میکنه غیرش فی فتوا، در فتواش مثلا کسی فتوا داده یا میگه برو گپ من به نظر یا عالم دیگه باشه، بخلاف روایت خود. لاعتقادی انه عالم منه، یا عقیده داره که از مکه عالم تن است، شاید خوب بفهمه او که چیزی گفت من میره میگم اگر پیامبر این گپ گفتگی است. او انه بما انما خالف لما هو اقوى منه، یا اینکه مخالفت کرده به خاطر که قوی تر است از این کده، یعنی فکر میکنه که این گپ ما قوی است یا روایت دیگه قوی است. می ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل لم انتفاء ولا ظني لم يكن الراوي معصوما. بعد میگه ما فرض کنیم که اینمی احتمالات هیچ کدامش نیست، همین چند احتمالی که بیان شد، با چطور میشه؟ بعد میگه راهی با علم وجود نداره به انتفاع و گمانش. بعد میگه اگه این گپام بگویم فرض کنیم که هیچ میگه پا نیست، می لم یکون راوی معصوم، راوی معصوم نیست، یعنی صحابه خو معصوم نیست، پیامبر معصوم است. ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالتی اتا تغلب سیئات و حسن، می واجب نمیکند مخالفت زیرا آنچه که روایت کردگی سقوط عدالتش، یعنی ما تو گفته نمیتونیم که آنچه که روایت کرده عدالتش از بین ببره که خودش عمل نکرده، تا اینکه سیئاتش به حسناتش زیاد شد. بخلاف هذا الحديث ولا يحصل له حجه، بخلاف این حدیث روایت میگه که به دلیل ثابت نمیشه. و همین قسم ایراد اعلام المواقعین میگه و حدیث صحیح مسلم است، نه که پیامبر میگه که و خیر الهدی هدی محمد، بهترین طریقه پیامبر، یعنی یک پیامبر گپ میزنه عمل میکنه هدایت یک صحابی، کدامش بهتره؟ و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. مثلا ما شما در حساب تراویح که هم گپ زدیم، نه از پیامبر هم 20 ثابت نیست، کسی ثابت کرده نمیتونه 20 رکعت تراویح، نه کل محدثین تمام مذاهب اتفاق دارند که 20 رکعت از پیامبر ثابت نیست. یکی اگم تو میگه و عالم نیست، اما که عالم باشه حنفی مذهب همه. مثلا ما خودم پیش علمای سلفی درس نخواندیم، ما پیش علمای حنفی خواندیم، کل استادای ما حنفی بودن، اما کلش میگفت که 20 ثابت نیست و به اتفاق ضعیف جدا است. حدیث هست 20 ضعیف جدا، یعنی حدیث ضعیف، اما 8 ثابته. اینال 20 که خوانده صحابه خوانده، در ثبوت از او اختلاف است. این که میگن عمر رضی الله عنه امر کرده به 20 او خود ثابت نیست، بلکه از پیامبر 11 رکعت تراویح ثابت است که 8 تراویح 3 بتر، یعنی 8 ثابت 3 بتر. و از عمر رضی الله عنه در صحیح موطا 8 تراویح 3 بتر امر کرده عمر. اما در دوران عمر رضی الله عنه این تو یک حدیث است و در دوران عثمان 20 خوانده شده. خب اینجا یعنی عمل صحابه شد. و اگر که در میام اختلاف است که حدیث صحیح است نه و بالفرض میگیریم که می اثر صحیح که در دوران صحابه خوانده شد، اینا با کدامش بهتر است؟ 20 صحابه خوانده 8 پیامبر، کدامش بهتر است؟ اینجاست که و خیر الهدی هدی محمد صلی الله، بهترین طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم. و این را محققین علما محدثین ترجیح میدن، یعنی کسی 20 تا بخونه ما چیز نمیگیم که بدعت کرده صحیح، و اگه 8 تا ما میگیم 8 بهتره به خاطر خود پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم 20 نخوندگی، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم 8 شی تو نه که 8 که سبک باشه و اگم تا میگه 20 ولا دراز باشه 8 کوتاه باشه امور میخوانیم، نه اینطور نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم که میخوان بعضی وقت تا نیم شب میشه، بعضی وقت عین تا آخر صبح میخوان. و دم صحابام که 20 خواندن دمو میگه که تا صبح، یعنی تا نیمه شب تا صبح میخواندن. حتی میگه از این که سر ما فشار قرائت دراز میشه 10 ساعت تکیه میکردیم. این 20 فعلی که هست نه فعلا که میگه این خو هیچ نداده در صحابی سو نداده ائمه مجتهد در هیچ مذهب نه. یکی بدا از الحمدلله رب العالمین علم ترکیف الله اکبر نه
الله اکبر الله اکبر، نه مقتدی معلوم است نه امام، این خو هیچ نه، در هیچ مذهبی، در هیچ گپ فعلی خواهش. اما اگر مو 20 که به طریقه صحابه باشه که مو تو با اطمینان تا نیم شب 3 ساعت 4 ساعت بخوانی یا تا صبح، بازم بهتر است که 8 بخوانی و 8 دیره و خیر الهدی هدی محمد. امام شوکانی میگه و ترجیح رأی صحابی علی روایت النبی و روایت غیر من الغرائب التي لا يدرى ما الحامل علیه. میگه ترجیح نظر صحابی بر روایتش که از پیامبر نقل کرده و روایت غیرش که از غیر پیامبر نقل شده، یا جمله گپای ناآشنایی است که فهمیدن نمیشه که چی باعث بوده، یعنی چرا این کار کردن، که گپ پیامبر میمانن به نظر صحابی عمل میکنیم، آنچه که از پیامبر ثابت است با او عمل نمیکنن. در نیل الاوطاری را میگه واحتجوا لابي حنیفه ایضا بانه جاء في بعض طرق حديث ابو مرفوعا في الكلب يلغى في الإناء يغسل 3 أو 5 أو 7 رواه الدارقطنی. یک استدلال دیگه میکنن که برای امام ابو حنیفه رحمه الله میگه، گفته اصحابش که میگه در بعض طرق حدیث ابو هریره اومده که مرفوعا در سگ که میگه دهن بزنه در ظرف یغسل 3 ایتو میگه اومده بوش او 3 بار او 5 یا 5 بار او 7 یا 7 بار. رواه دارقطنی. امام دارقطنی هم این نقل کرده. خب میگه اینه دیگه گفته که 3 یا 5 ما میگیم 3 امی 3 کمش امی کفایت میکنه. اما وهی روایت ضعیفه جدا، این روایت ضعیفه جدا. و حدیثی که خود امام ابو هریره 3 بار گفتگی است و خب موقوف صحیح است، اما این که میگه پیامبر گفته این ضعیفه جدا. یکم دفعه بعضیا همین تو تلاش میکنه که یکم حدیث ضعیفه هم استدلال کنه، ما صحیح نیست. چرا؟ لان فی عبدالوهاب بن زاهک متروک است. ابن دارقطنی نفسش میگه، خودش بعد از این روایت میگه و فیا همین دارقطنی میگه که می حدیث 3 و 5 نقل میکنه که 3 بار 6 یا 5 یا 7 میگه تایی راویش اسماعیل ابن عیاش است و روایتش از حجازین ضعیف است. خودش میگه که ضعیف، یعنی خود امام دارقطنی. و هي ها هنا واحد منهم يجمع از یک حجازین است و حشام ابن عروه. و استدل بعضهم بان العذر اشد في النجاسه من سور الكلب ولم يقيد بالسبب فيكون الوضوء كذلك من باب اولى. یکم دفعه تو قیاس کردن، میگه عذر کس اشد في النجاسه، نجاست از عذر گندگی شدید در نجاست از پس خورده سگ کرده. میگه این مقید نشده به 7 بار که 7 بار 6 پس اینجا قیاس میکنن. پس دهن زدن هم همینطور است که 7 بار نباشه، یعنی اگر نجاست کنه نگفته که 7 بار 6. حافظ ابن حجر میگه که این لازم نمیشود که ما ای را اشد بگیریم از نجاست سگ کرده، یعنی سگ اگر نجاست بکنه که شدید نباشد در تغلیظ حکم. دیگه یک قیاس است در مقابل نص و این فاصله اعتبار. یعنی یا میگن که اگر سگ نجاست بکنه اوجا 7 بار نیست، یعنی غایت خدا بکنه. اما این که میندان بزنه 7 بار این چطور؟ این به قیاس شد دیگه. نجاست و دهن فرق میکنه و چیزی که شریعت میگه دو حکمت ها است که در دهنش نجاست زیاد است دوش نمی باشه. خب اینال یک چند موضوع دیگه میشه. اگر یک سگ در لباس دهن بزنه او چطور میشه؟ در ظرف خامی تو اگر در لباست همین سگا میان نه اگم در فکر نمیشن تو میلیسنی بغل تا میلیسه یا لباس تا یا تنبان تا میلیسه، یک وقت سعی میکنی که سگ استادن وقت چند دهن زدگی است، نه چی کار شوی؟ میگه لم یفرق العلماء بین الآن و غیره. علما می فرق نکردن در بین ظرف و غیرش. اگر در لباس هم است فیجب غسل الاناء او صاب 7 مرات. اگر در لباس هم دهن زد 7 مرتبه واجب است که 6 شود. خیلی کافرها دیگه بیخی نجس هستن، یا که میسگا خو سگ شوی چی میگن نه گلوار دیگه میگردن سکتیشان. و قال العراقی می ذکر الاناء خرج مخرج الاغلب، یعنی امام عراقی بسیار محدث کلانه میگه ایجا که پیامبر ظرف گفتگیشنی این مخرج اغلب، یعنی اغلبا سگ در ظرف چی میکنه در لباس نمیکنه. در لباس یکم دفعه چیز کنه یا بترسه تو زبانک میزنه که انی مرا نزنه یا کار نکنه. خب آیا واجب است میگه استعمال خاک در تطهیر نجاست کلب؟ نجاست کلب یعنی خاک ما واجب است که استعمال کنیم؟ 7 بار خششتن واجب است. این میگه بله
واجب است که خاک استعمال شود. چرا؟ به خاطر که پیامبر هم گفت اولاهن بالتراب، اولش به خاک، در دیگه حدیث گفت آخرش به خاک، یا اول یا آخر. و این قول جمهور علما میگه واجب است که یکیش با خاک، یعنی ظرف خاک بزنی خوب بمالی بعد از اون آب پرتی و باز پرتی، یعنی 7 مرتبه باز شسته شو. و من لم یقل به که بعض المالکیه، بعض مالکیه گفته که خاک واجب نیست، یعنی با آب 7 مرتبه شو. کسی که اینو نگفته میگه فلیس له حجت، این دلیل نداره الا عدم ذکر تراب فی روایت الاولی، مگر میگه خاک در روایت اول ذکر نشده، 7 مرار و 7. در یک روایتی تو گفته که 7 بار یا 7 گفته. و يرد علی بثبوت اولاهن بالتراب. ولی گپ مالکیا بعضشان که گپ گفته رد میشه که پیامبر هم گفته که یکش با خاک باشه، حتی گفته وعفروا الثامنه بالتراب و کلاهما فی مسلم. در حدیث مسلمی تو میگه که وعفروه الثامنه، یعنی ای را خاک آلود کنین 8 مرتبه به خاک، یعنی 8 مرتبهش که است خاک زده شود. پیامبر هم گفته است و این در روایت مسلم آمده. در دیگر روایت ها در موضوع غسل جا عدت روایت فی موضع الغسل بالتراب فمن راجع. میگه چند روایت ها آمده در شستنش به خاک، کدامش راجع است؟ در مسلمی تو آمده که اولاهن بالتراب، اولش به خاک، ترمذی میگه آخرش به خاک یا اولش به خاک، دارقطنی میگه یکش خاک باشه. راجح ترین روایتی است که اولاهن، یعنی اولش. خب اینجا یک گپ دیگر را گفت، مثلا چند قسم است، یک روایتی است که اولش به خاک، دیگه چیز که آخرش به خاک باشه، دیگه چیز که یکش خاک باشه. کدامش راجح است؟ این میگه که می اولش. واقعا که ما خودمون میتور ترجیح فکر میکنم میره که اول خوب خاک زده شه، پاک باز که آب بزنی و نجاستش خوب گم میشه. و ارجح روایت اولا، چرا؟ یکی میگه سند و متنش صحیح است و راویش زیاد است. دومی که غسل با تراب اگر در آخر باشد میگه باید با دیگه آب پرتی سر از او دیگه چند مرتبه اضافه میشه. و سومی که یکی از شیخین این روایت کردگی است و یکی از وجوه تعارض است، که اگر تعارض بود باز اگر یک امام بخاری یا مسلم یک چیز نقل کرده بود او قوی تر می باشه. امام نووی میگه افضل است که تراب در غسلت الاخیر باشه، یعنی اول باشه تا که خوبی را پاک کنه، افضل است که در اول. امام شوکانی میگه، امام شافعی میگه که ان اولا، یعنی بهتر است که اولش با خاک باشه. همین قسم امام صنعانی میگه که روایت اول راجح تر است به خاطر که امام شیخینی را نقل کردگی است و در جایی که تعارض بیاد ترجیح میداده میشه. و همین قسم دیگه علما میگن به خاطر نظافت و پاکی بهتر است که اولش با خاک باشد. اینجا یک سوال پیدا میشه که غیر از خاک قایم مقامش میشه، یعنی مثلا نال صابون است، یک کسی میگه خاک نیست اولش صابون میزنیم بعد از چی میکنیم، یا مای ظرفشویی میزنیم، این چطوره؟ اینجا یک سوال پیدا میشه. علما در این اختلاف کرده. قول اولی است که نه، شرط شده خاک به غیر صحیح نیست، در خاک شاید بعضی موادی باشه که همین میکروب سگ از بین ببره، زیرا نصر در خاک وارد شده و یکی از پاک کننده. امام نووی میگه ولا یقوم صابون، صابون میگه قایم مقامش نمیگه، اشنان یک گیاه است در مقام خاک، میگه به صحیح ترین روایت قایم مقامش نمیشه. بعضی ها گفته یقوم غیر مقامه، غیرش میشه واختار. و بعض علما میگه ایرا انتخاب کردگی است و میگه انما نسل التراب لتوافر وسوله الحصول. میگه پیامبر که گفته خاک به خاطر که زیاد حاصل میشه و زیاد میباشه، اما راجح اول است. شیخ ابن عثیمین میگه نیم خاک بهتره، خاک که باشه، مگر نبود خیر بدگام میشه. شیخ ابن عثیمین میگه یوزیان التراب غیره، جایز است غیرش. کسایی که میگن وقال هذا فی نظر، می نظر است. شارع که اسم تصریح کرده با خاک واجب می اتباع نص است. دومی که صدر و صابون و گپا در زمان پیامبر موجود بود، اما پیامبر نگفت که با صابون بشوین، نگفت که با صدر بشوین. سیوم که شاید می در خاک ماده باشه که می جراثیم میکروبا را بیخی ادریشه میکنه. چهارمی که خواب یکی از پاک کنندات، زیرا اگه آب نباشه با خاک تیمم میشه و پیامبر میگه جعل لی الارض مسجدا و طهورا، مسجد کل زمین بر من مسجد است، نماز بخوانم و پاک کننده. پس صحیح است که جایز نیست استعمال خاک. اگر فرض بکنیم که خواب نباشد، این احتمال بعید است، باید می استعمالش نان صابون بهتر است از دیگهش کرده. خب یک موضوعات دیگه هم یک سوال است و دیگه روز میخوانیم که اگر خنزیری کار بکنه، ویژه پیامبر گفت که سگ اگر خنزیر دهن بزنه
یگام دفعه یگام جای می باشید یک جنگل اونجا نان میمونی خنزیر میاده و دان میزنه هیچ تو شا و را انشاءالله دیگر روز میخوانیم. خب ما گفتم خلاص شود. سبحانك اللهم وبحمدك.